من شیفتم تموم شده بود، برفم میومد، دیدم خیلی برف سنگینی هم میاد، دیدم اومدم سوار ماشینم شدم، دیدم یه سگه تو برف نشسته داره گنبد رو نگاه میکنه. بعد میگفت به خودم گفتم تا این سگه نره منم سوار ماشینم نمیشم، منم واسطم زیر برف ببینم چی میشه. دیدم فقط داره گنبد رو نگاه میکنه. میگفت واسطادم دیدم یه ماشین از این کادیلاکای قدیم اومد زد بغل و در صندوق عقب و داد بالا، به سگه گفت حالا دیگه شکایت ما رو به امام رضا میکنی، بپر بالا. دیدم سگه پرید بالا اومد بره این راننده رو دست رو. گفتم کجا؟ روز بریم بابا آلو سر. گفتم جان صاحب این حرم بگو چی شده اومدی بالا این سگه؟ من یه ساعت این سگه از بچگی تو کارگاه و محل کار من نگهبانی میداد، جوون بود اومده بود به قول خودم طولگی اومده بود اینجا، دیگه پیر شده، من هوش و حواس درست حسابی نداشت دیگه، منم آوردمش دم حرم، انقدر سگش زدم گفتم شب دیدم امام رضا اومد بخوابم، گفت خیلی بی‌معرفت این جوونیشو برات گذاشته. ها حرف دلتو چیه به ابی عبدالله؟ ببینم بعدش یه حسین میگی. صاحبی دیدم رها کرده سگ پیر خودش، یک زمانی پیر گشتم آبروداری بکن.